قبل از دوران استعمار سیستم حکومتی سودان غیر متمرکز بوده، یعنی یه دولت مرکزی واحدی وجود نداشته، بیشتر به صورت قبیله ها و سلطنت های منطقه‌ای بوده. منتها در دوران استعمار انگلیس‌ها اومدن یه دولت مرکزی شکل دادن که با اون سیستم قبیله‌ای و منطقه‌ای فرق داشت و هدف اصلیش هم این بود که بر کل منطقه کنترل سیاسی داشته باشن، منابع کشور رو استعمار و مردم رو استثمار کنن. مثل همین دولت‌های مدرن فعلی سیستم سلسله مراتبی وجود داشته. بالاترین مقام و نفر اول این سیستم یه فرماندار کل، فرماندار بریتانیایی بود و رده‌های پایین‌تر و زیر مجموعه‌های این سیستم هم باز همه بریتانیایی بودن. بعد اینا اومدن قدرت رو از رهبران قبیله‌ای و منطقه‌ای گرفتن و به دولت مرکزی منتقل کردن. چطوری؟ برای اینکه بتونن مردم و منابع اون منطقه رو کنترل کنن، رهبران قبایل رو حذف نمی‌کردن، بلکه اونا هم وارد همین سیستم دولت مدرن می‌کردن، منتها در سطوح خیلی پایین‌تر که اونجا دیگه نه اختیاری داشتن و باید تابع فرمان سلسله مراتب بریتانیایی می‌بودن. اینجوری هم قدرت رو از رهبران منطقه‌ای گرفتن و هم اونها رو تبدیل کردن به یک ابزاری به عنوان واسطه بین دولت مرکزی و مردم و اینجوری داشتن ازشون استفاده می‌کردن. بیشتر هم از رهبران قبایل شمال و مرکز سودان استفاده می‌کردن، یعنی اونایی که عرب مسلمون بودن و خیلی سمت قبایل آفریقایی و غیر عرب جنوب و غرب سودان که منطقه دارفور میشه نمی‌رفتن. به خاطر همین اگر در همین دوران استعمار جایی توسط انگلیس‌ها توسعه نسبی داشته یا یه زیرساختی اونجا شکلی گرفته، مثلا مدرسه‌ای، دانشگاهی تأسیس شده، اینا همه برای شمالیا بوده نه جنوبیا. جالبه که ارتش رسمی این کشور هم یا این دولت هم یک دست از عرب‌های مسلمان همین مناطق شمال مرکز سودان بود. یعنی پس هم تو ساختار دولت هم تو ساختار ارتش این عرب‌های مسلمان بودن که جایگاه پیدا کردن و از همینجا پایه‌های تبعیض و شکاف اجتماعی بین شمالیا و جنوبیا، بین عرب و غیر عرب، بین مسلمون و غیر مسلمون شکل میگیره. باعث شد ارتش به اصطلاح ملی بعد از استقلال سودان در 1956 به جای اینکه نهادی ملی و متحد کننده و متضمن امنیت همه مردم سودان فارغ از هر قوم و مذهب باشه، به ابزاری برای حفظ قدرت گروه حاکم و سرکوب مناطق و اقوام دیگر تبدیل بشه و همین ساختار نابرابر و غیر ملی زمین ساز بی‌اعتمادی، رقابت، جنگ‌ها و شورش‌ها و نارضایتی‌های داخلی و درگیری‌های زیادی در تاریخ سودان شد و این بلا به عنوان میراث دوران استعمار همچنان در سودان باقی است. هر جنگ و کشتار و هرج و مرجی که امروز داریم می‌بینیم و میشنویم بذرش بدین شکل کاشته شد. همونطور که گفتیم سودان 1956 اعلام استقلال میکنه. منتها از چند سال قبل این پروسه استقلال شروع شده بود و تدریجاً همون رهبران رد پایین عرب شمالی که زیر دست بودن داشتن بیشتر کرسی‌های مجلس و سمت‌های مهم سیاسی رو در اختیار میگرفتن و جنوبی‌های غیر عرب نقششون در این ساختار خیلی کم رنگ بود. شمالی‌هایی که در قدرت بودن سیاست‌هاشون بیشتر بر مبنای تبعیض بین عرب و غیر عرب، عربی سازی کشور، سرکوب سیاسی، بهره کشی یا استثمار استوار بود. در واقع جنوبی‌ها داشتن می‌دیدن که شاید کشورشون از دست استعمار و استثمار انگلیس‌ها رها شده، ولی در اصل این بار گیر خودی‌ها افتادن. شورش‌های 1955 و جنگ داخلی اول و دوم سودان در اصل حاصل همین سیاست‌های تبعیض‌آمیز بود. بعد از این شورش‌ها تنش‌ها بین دولت مرکزی و مناطق جنوبی کم کم زیاد میشه و از 1963 تبدیل به جنگ داخلی شد. گروه‌های شورشی جنوب برای مقابله با تبعیض و سرکوب دولت مرکزی و گرفتن خودمختاری برای جنوب می جنگیدن. این جنگ تقریباً 10 سال طول کشید و تماماً بحران انسانی بود. در نهایت با توافق صلح در 1972 جنگ داخلی اول تموم شد و جنوب سودان یه خودمختاری نسبی گرفت، ولی توافق صلح پایدار نیاورد، چون خیلی از ریشه های بحران سابق یا جنگ سابق هنوز پابرجا بود که همینا زمینه رو برای جنگ دوم فراهم کردن. جنگ داخلی دوم هم از سال 1983 شروع شد و تا 2005 ادامه داشت و یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ های داخلی آفریقا بود. شروع جنگ هم به این علت بود که دولت مرکزی سعی داشت عربی سازی و اسلامی سازی رو تو کل کشور اجرا کنه و خودمختاری جنوب رو که با توافق صلح 1972 به دست اومده بود رو لغو کنه. تو این جنگ حدود 2 میلیون نفر کشته و بیش از 4 میلیون نفر آواره شدن که خیلیشون به خاطر گرسنگی، مریضی و شرایط بد بود که از بین رفتن. در نهایت سال 2005 یه توافق صلح امضا میشه و به جنوب سودان خودمختاری بیشتری میدن. طبق این توافق
قرار شد بعد 6 سال رفراندوم بذارن، یعنی 2011، که اکثریت مردم جنوب سودان هم به جدایی رأی دادن و کشور سودان جنوبی رسما مستقل شد. استقلالی که نتیجه دهه‌ها به حاشیه رفتن، تبعیض، اختلاف‌های مذهبی و قومی، رقابت بر سر منابع، سرکوب و عاجز بودن دولت مرکزی تو ایجاد یک نظام عادلانه برای همه مردم بود.